به نام خدای بخشنده مهربان، با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، وقتتون بخیر. توی این جلسه میخوایم بیایم و با همدیگه اسکیمای ویدیو رو بررسی بکنیم و اون رو خدمتتون ارائه بدیم. خب اگه شما هم توی نتایج گوگل محتوایی رو سرچ کرده باشین، ممکنه با این تصویر کلان اینجا مشاهده میکنید مواجه شده باشید که در واقع حالا ویدیوها رو اومده به این شکل داخل نتایج نشون داده، هم حالا این بخش بالا و هم بخش پایین. اینها رو ما با استفاده از اسکیما ویدیو میتونیم بسازیم و ایجاد بکنیم که توی این جلسه باهاش کار خواهیم کرد. خب من میام وارد پیچخانم میشم و در قسمت مربوط به در واقع نوشته ها میخوام بیام نوشته جدید رو ایجاد بکنم و اسکیما ویدیو رو بهش اختصاص بدم. یه نکته که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که شما اگر وارد تنظیمات عنوان ها و متا بشین در قسمت مربوط به پست تایپ ها یک موردی وجود داره که در صورتی که اسکیما رو فعال کرده باشین شناسایی خودکار ویدیو هستش که بهتر این گزینه رو برای پست تایپ هایی که حالا ویدیو داخلشون قرار میدین فعال بکنید که وقتی ویدیو رو داخلش قرار میدین به صورت خودکار بیاد اسکیماش رو بسازه، که این مورد پیشنهاد میشه برای اسکیما برای پست تایپ هایی که در واقع داخلشون ویدیو قرار میگیره. این از این مورد. من میام به قسمت نوشته ها و به عنوان مثال یک نوشته جدید ایجاد میکنم و عنوانش رو مثلا میذارم آموزش رنگمز. یک ویدیو هم اولش اضافه میکنم، ویدیو آموزش رنگمز، به این ترتیب که مشخص بشه. خب من میخوام بیام و ویدیوهای خودم رو داخل این در واقع پستم قرار بدم. به هر حال شما ممکنه محتوای مختلفی داخل این پستتون داشته باشین و حالا میخواین یک ویدیو هم قرار بدین. من میام اینجا و المان ویدیو رو انتخاب میکنم. میتونید حالا از لینکی ویدیو رو قرار بدین، مثلا واسه دانلود، یا اینکه نه بارگذاری بکنید، یا اینکه از داخل کتابخانه رسانه‌هاتون اگر الان موردی هستش اون رو انتخاب بکنید. خب من کتابخانه رسانه رو انتخاب میکنم، ویدیوی خودم رو به صفحه اضافه میکنم. به این ترتیب این ویدیوی من هستش که اینجا حالا میتونم تنظیمات اون رو هم انجام بدم. الان من این رو انتشار میزنم و یک بار و اینو حالا میبندم، میام به قسمت رنگمز. در این قسمت الان میبینید که اسکیما ما به صورت پیش‌فرض مقاله هستش. حالا میام این رو ریلود میکنم و سعی میکنیم که ریلود بشه، تنظیمات ما آپدیت بشه. بعد از درج در واقع ویدیومون مجدد برمیگردم به رنگمز، قسمت طرحواره. میبینید که ویدیو و اسکیما ویدیو به صورت خودکار برای من اضافه شده و با توجه به تنظیماتی که گفتم برای شناسایی خودکار ویدیو بود، ما با درج ویدیومون و بروزرسانی اون و یک بار ریلودش در قسمت طرحواره اسکیما ویدیو رو مشاهده میکنیم که خودش اضافه کرده. من میتونم اینجا ویرایشش بکنم و حالا مواردی رو خدمتتون عرض بکنم که به چه صورته. در قسمت embed URL اگر شما از حالا سایت های مثل ویمو، یوتیوب و حالا این جور سایت ها ویدئویی رو در داخل سایت خودتون امبد کرده باشین، خودش میاد این URL embed رو برمیداره و اینجا قرار میده. در غیر این صورت مثل الان که من مستقیما یا از هاست دانلود قرار دادم نیاز به این مورد نیست. اینجا هم که کانتنت URL آدرس ویدیوتون هستش، اون فایل ویدیوییتون که خودش معمولا شناسایی میکنه. عنوان ویدیو هستش که معمولا اینجا خودش میاد از عنوان پستتون میگیره، ولی خب میتونید عنوانش رو تغییر بدین، توضیحاتش رو هم به همین ترتیب. این هم که مثل قبل شورت کدی هستش که میتونید داخل همین صفحه استفاده بکنید. تاریخ در واقع آپلود ویدیو هستش که به صورت خودکار اینجا تاریخ فعلی رو میگیره. مدت زمان ویدیو هستش که باید اینجا تعریف بشه، توی این در واقع قالب هستش و نمونهش هم اینجا درج شده که مثلا نمونه‌ای که اینجا هستش رو اگه من کپی کنم اینجا قرارش بدم، در واقع این مدتی که الان هستش 1 ساعت و 30 دقیقه هستش. شما میتونید حالا بیاین مدت زمان دلخواهتون رو قرار بدین، مثلا من 1 ساعت رو برمیدارم، این ویدیو من مثلا 2 دقیقه است، مثلا میذارمش 02 و اینا من چپچینش میکنم
02 و مثلا 50 ثانیه به این ترتیب 50 اسم. به این ترتیب این مدت زمان رو من به این ترتیب وارد کردم. تصویر اون ویدیو اون هستش که به صورت پیش‌فرض میاد از تصویر شاخص میگیره، ولی خب شما میتونید تصویر دلخواه و آدرس در واقع تصویر دلخواهتون رو اینجا وارد بکنید. این قسمت ویدیو کلیپ رو بعدا بهش میپردازیم. طول و عرض ویدیو هستش که خودش میگیره. این گزینه اگر ویدیو شما مناسب برای حالا استفاده خانوادگی هستش میتونید رو فعال بکنید که به صورت پیش‌فرض فعاله. دسته‌بندی و تگ ویدیو هستش که به صورت خودکار میاد از دسته و تگ های صفحه میخونه. یک امتیاز هم میتونید براش در نظر بگیرین که باز ضروری نیستش، ولی خب میتونید بین 0 تا 5 رو قرار بدین. مثلا من همون 5 رو وارد میکنم به این ترتیب که امتیازش باشه. اما در خصوص ویدیو کلیپ که اینجا مشاهده میکنید، اگر اینجا دقت بکنید ببینید اینجا توی سایت های مخصوصا مثل یوتیوب یک سری نقاطی رو ما توی ویدیو داریم که میتونیم به اون نقاط ها پرش بکنیم و در واقع عنوانی داره که مشخص میشه مثلا این قسمت برای این مبحث هستش که شما در این قسمت در قسمت ویدیو کلیپ میتونید این حالت رو برای ویدیوتون بسازین. من افزودن رو کلیک میکنم، میتونید در واقع عنوانش رو وارد بکنید مثل اینجا که عنوان داره. در واقع زمان شروع هستش که بر حسب ثانیه باید وارد بکنید، مثلا 52 و زمان پایان هستش که اینجا باید وارد بکنید بر حسب ثانیه هستش، مثلا 86 و اینجا هم که نامش بود و اینجا به این ترتیب در واقع بهتون نشون میده که این در واقع محتوایی که اینجا نامش رو وارد کردین توی این بازه هستش. و اینجا هم باید همون آدرس معمولا URL ویدیوتون رو قرار بدین، این آدرس رو که میتونید در واقع در همین قسمت من اینو الان بردارم و اینجا کپیش بکنم به این ترتیب و باز شما میتونید به همین ترتیب بیاین موارد دیگر رو اضافه بکنید در صورتی که نیاز دارین. نامش رو هم من یادم رفت وارد بکنم، نامش رو هم قرار میدم، مثلا همین عنوان رو من برمیدارم ویدیو کلیپ 1 به این ترتیب و این از در واقع تنظیماتی که برای اسکیما ویدیو هستش. من این رو ذخیره میکنم، پستم رو بروز میکنم و ببینیم که به چه صورت میشه. نمایش رو میزنم ببینم که داره برامون خوبی نمایش میده یا نه. بله. حالا اینو برمیدارم و میام داخل سایتی که همیشه برای اسکیما و بررسی اونها استفاده میکنیم ازش و URL هم رو قرار میدم، تست رو میزنم ببینیم که آیا خطایی داخل اسکیمایی که ما تنظیم کردیم وجود داره یا نه. خب نتایج ما خطا داره. من میام اینجا از ویدیو ما خطا گرفته که بعد اصلاحش بکنیم ببینیم خطا چی هستش. من اینجا کلیک میکنم. خب اولین مورد اینه که ما URL تصویرمون رو تعیین نکردیم، چون اینجا اگه دقت بکنید ما گفتیم که بیاد قسمت تصویر شاخص اینجا بیاد از تصویر پستمون بخونه. خب ما الان برای پستمون تصویر شاخص نذاشتیم، این اولین مورد. و اینجا باز دیسکریپشنه که ما اینجا توضیحی یا محتوایی رو برای پستمون نداریم. من این محتوای تستی وارد میکنم، تصویر شاخص رو هم قرار میدم، میام در قسمت تنظیمات تصویر شاخص رو قرار میدم. این مثلا تصویر شاخص پست ما هستش، یه توضیح هم وارد میکنم. حالا اینجا فکر میکنم اگه اینجا کلیک بکنم بله اینجا متن تستی وارد میکنم، مثلا متن تست محتوا به این ترتیب. بروزرسانی رو که اینو میارم بالاتر حالا که بیاد اول. بروزرسانی رو کلیک میکنم، بروز شد، برمیگردم اینجا مجدد تستش میکنم. خب همونطور که میبینید دیگه تیک سبز برای ما فعال شده برای اسکیما ویدیو. همین مورد الان مشکلی نداره. میام اینجا و میبینید که همه بخش ها به شکل صحیح اینجا داره نمایش داده میشه، هیچ مشکلی نداره و داریم ازش استفاده میکنیم به این ترتیبی که اینجا در واقع وجود داره و داریم این داده ها رو میبینیم و هیچ خطایی هم ندارن به این ترتیبی که دارین شما اینجا اون رو مشاهده میکنیم. باز این نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم، وقتی که شما بیاین مثلا چند تا ویدیو اینجا اضافه بکنید، مثلا 3 تا ویدیو داخل این پستتون باشه، بروزرسانی رو بزنید و صفحه رو مجدد ریلود بکنید، در این قسمت برای شما به تعداد ویدیوهایی که داخل صفحتون هستش اسکیما ویدیو مجزا ایجاد میشه و هر کدوم رو باید
متناسب با اون ویدیو تنظیم بکنید و تنظیماتش رو انجام بدین که دیگه مشکلی وجود نداشته باشه. امیدوارم که این ویدیو هم براتون جذاب بوده باشه و بتونید برای پست هایی که ویدیو داخلشون دارین به خوبی از اسکیما ویدیو استفاده بکنید. همه شما رو تا جلسات بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.